الرحمن الرحیم. نام ما محمد رفیع مسازی است. مدیر مسئول لیسه خصوصی امید افغان ترک کابل هستم. در کل لیسه خصوصی امید افغان ترک همه ساله به خاطر رشد ارتقای ظرفیت و ایجاد حس خلاقیت و تحقیق در دانش آموزان نمایشگاه های علمی برگزار میکنه. این نمایشگاه امروزی را که شما شاهدش هستین 12مین نمایشگاه علمی ما می باشه که در بیشتر از 90 پروژه ساینسی، فرهنگی، روباتیک و سطح ابتدایی، متوسطه و لیسه به نمایش گذاشته شدند. نمایشگاه امروزی ما قسمی که قبلا هم به شما یادآوری کردم به 3 سطح هست: سطح ابتدایی، سطح متوسطه و سطح لیسه. در بخش ابتدایی خواهرای ما هم در اشتراک کرده که از صنف اول الی صنف ششم می باشند و در سطح لیسه برادرای ما در اشتراک کردن. امید و آرزو ما اینمی است که روز شب انشالله مکاتب دخترانه از صنف ششم به بالا هم باز شود تا ما شاهد پیشرفت خواهران و مادران ما در این قسمت شویم و باعث سربلندی، افتخار و دستاوردهای خیلی خوب در افغانستان شویم. ما امیدوار به این هستم که نشست‌ها و بازدیدها و بگومگوهایی که در خصوص افغانستان صورت میگیره، خصوصا نشست دوحه، یک دروازه امید را برای آینده افغانستان باز بکنه، خصوصا در مورد تعلیم و تحصیل دختران. تا ای که خواهرای ما بتانن آزادانه در چوکات فرهنگ و عنعنات ملی و اسلامی ما و ضمناً زمینه کار در چوکات اسلامی و فرهنگ افغانی ما برای از اونا مهیا شود، مای خرسندی همه افغانا خواد بود. به نام خدا عبدالواسیع عثمانی هستم، مسئول و هماهنگ کننده نمایشگاه‌ها و المپیادهای ملی و بین المللی در افغانستان. خوشبختانه مثل سالهای قبل امسال هم لیسه خصوصی امید افغان ترک کابل کوشش کرد که یک نمایشگاه تحت نمایشگاه علوم ساینسی که با 90 پروژه امروز شما شاهد از هستین که به نمایش گذاشتیم. شما قسمی که میدانید در طول سال شاگردان درس‌های نظری یا به شکل تئوری را میخوانند، اما موارد استفاده از او را در زندگی روزمره خود نمیفهمند که در کجا استفاده میشه یا به چه شکل استفاده میشه. خوشبختانه با ارائه چنین پروژه ها و یا نمایش چنین پروژه ها شاگردان درس‌هایی که در طول سال خوانده به شکل عملی را تجربه میکنند و همچنین او را به نمایش میگذارند که این هم در یادگیری در تقویت درس‌هایشان خوب می باشه و هم در آینده پروژه هایی که در جریان پانتون برشان داده میشه از امیال اینا آماده میشن و آمادگی میگیرن. خوشبختانه ما امسال تونستیم که 90 پروژه مختلف در بخش علوم ساینسی و اجتماعی را برگزار کنیم و تمام شاگردان ما از صنف اول تا 12 در این پروژه های اشتراک کردن. خوشبختانه در بخش های مختلف قسمی که گفتم برای شاگردان در طول سال درس‌هایشان مشکل است چون تمام درس‌ها را به شکل نظری می‌خوانند، اما با ارائه چنین پروژه ها شاگردان قادر به این میشن که درس‌هایی که خواندند در زندگی روزمره خود استفاده بکنند. در اینجا ما بخش‌های مختلف داریم، مثلا پروژه‌های شاگردان در بخش آب و هوا هست، فرض مثال در بخش زندگی حیاتی و مثلا موضوعاتی که در بخش ترافیک بوده باشد، در بخش مثلا دروازه های امنیتی بوده باشد یا سیستم امنیتی باشه، خصوصا در بخش فیزیک، کیمیا، بیولوژی، کامپیوتر موارد مختلف شاگردای ما آمادگی گرفتن و پروژه های خود امروز به نمایش گذاشتن.
خب قسمی که همه ما در جریان هستیم در چندین سال اخیر موضوعات مختلف مثلا در کشور آمده، موضوعات کرونا بود، شاگردان از بیشتر وقتا از درس ها عقب ماندن و همچنین به طور عموم سطح دانش در چند سال اخیر پایین آمده. اما خوشبختانه با ارائه چنین پروژه ها شاگردان دیگه مثلا انگیزه پیدا میکنن و اینکه اگر هر شاگرد برش فرصت داده شود، امکاناتی یا زمینه تعلیم تربیت معیاری فراهم شود، شاگردان در حال پیشرفت هستند، کوشش میکنن، تلاش میکنن و هدف ما هم است که برای شاگردان انگیزه داده شود به طور عموم و مکاتبی که چنین برنامه‌هایی را برگزار میکنه، ریاست معارف، وزارت معارف، اینا را تشویق بکنن و حمایتشان بکنن، چون اینمی قسم برنامه‌ها و پروژه هاست که شاگردان را انگیزه میده که درس‌های خود بخوانن و در آینده برای کشور خود خدمت بکنن. اسم ما شفیق الله نورزی است، عضو علمی مرکز ساینس. این نمایشگاه یک نمایشگاه فوق العاده عالی بود و به خاطر نسل جوان، به خاطر دانش آموزای عزیز بسیار مفید است، به خاطر از اینکه امو کامیابترین نظام‌های آموزشی نظام‌هایی هستند که بازدهی آموزشی داشته باشند و شاگردای ما باید از همین ابتدا قسمی که اینا نمایشگاه ها را برگزار میکنه، از همین ابتدا اینا باید این قسم پروژه ها، المپیاد ها داشته باشه تا اینا وقتی که به مقطع های بالاتر تحصیلی میرسه اینا امو رشته های اختصاصی که اینا در رو تحصیل میکنه به شکل درستش کار کنه و برای افغانستان کادرهای ورزیده و متخصص تربیت شود. پیام ما به عنوان یک کارمند وزارت معارف، عضو علمی مرکز ساینس، پیام ما برای نسل جوان، برای دانش آموزان عزیزی است که اینا از زیادتر کوشش نمایند و تمام درس های خود به صورت کاربردی یاد بگیره. آموزش های کاربردی را باید اینا داشته باشه تا که برای آبادی وطن، برای سرسبزی وطن، برای افغانستان اینا کادرهای ورزیده و نسل خوب باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خالد قاریزاده هستم، کارشناس ریاست مرکز ساینس، فعلا در خدمت شما. چنانچه که معلومات داریم همه ما میگه یک تصویر هزار سخن را میزنه. هم برگزاری همچون نمایشگاه‌ها واقعا که هم دلپذیر و دلچسب است برای خود شاگردان، همچنان دلپذیر و دلچسب است برای کسایی که حداقل از این نمایشگاه دیدن میکنن، به خاطر که آنچه که داشته های شاگردان در جریان یک سال کم و بیشتر می باشه برملا میشه و به توانایی خود بیشتر اینا مطمئن میشن. از او خاطر اهمیت بسیار بسزایی داره. امیدوار هستم بیشتر برگزار شود. چنانچه که ما میفهمیم که باید همیشه روح دانش آموزان تازه شده باشه، فکر و مفکوره و ذهنشان تازه شده باشه، رفرش شود. به او خاطر است نیاز است که همچون نمایشگاه برگزار شود که آنچه درسای تئوری و نظری را میخوانند و گاهی اوقات امی تئوری و نظری را به عملی مبدل میسازن یا تبدیل میکنن، از همچون برنامه ها لذت میبرن و کاردستی ها یا آنچه که توسط دستشان این پروژه ها را ساختن فکر میکنم که بیشتر تشویقشان میکنه در راستای بیشتر کار کردن و حداقل تجارب آنچه اندوخته هایشان در جریان درس و صنف و مکتب می باشه. همچون نمایشگاه ها بر تمام صنوف لازم است و خصوصا صنوف 7 الی 12 که تمام بخش های تئوری را میخوانند و نیاز به تجربه دارند، نیاز به ساختن و کار کردن بالای یک پروژه هست
بسیار نیاز مبرم هست و از اهمیت حائز برخوردار است. امیدوار هستم که تمام سنوم بتواند در این راستا کار کنه و نمایشگاه خوبتر و پروژه های بهتر برگزار کنه. ما را اسم حسین احمدزای است، فرزند نور آقا، متعلم هستم فدای مکتب افغان ترک هستیم. با ما این پروژه را به خاطر جور کردیم که در بعض از صفحات مجازی می‌دیدیم که وقتی که بعضی کسا می‌رفتن به طرف خانه خدا و به طرف حج کردن، بعضا را می‌دیدیم که مناسک حج را غلط انجام میدادن. مثلا بعضی میگفتند که بعد از کوه عرفات میرن به طرف جمرات، که کار اشتباه است، که سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و واجباتی که در مناسک حج را انجام نمیدن. و ما به خاطر پروژه را جور کردیم که فهم مردم از زیاد بگردانیم که بتوانند بفهمند که چی رقم حج برن و چی رقم مناسک حج انجام بدن. بله ها، این نمایشگاه به شکل برای ما مفید تمام میشد که اگر مثلا ما این پروژه را به بعضی کسا تشریح میکنیم، اگر کسی به فرد دیگر تشریح کنه ثواب زیاد را میبرد، به خاطر که کسی دیگر فهمش بالا میبرد. و مثلا ما پروژه دیگر را میبینیم، میتونیم بفهمیم که فیزیک چی است یا کیمیا و درباره دیگر چیزا بفهمیم. ما برای نسل آینده ای است که باید ادب احترام که در نخست عبارت از تعلیم و تربیت می باشد، که اول تعلیم باید از تربیت را یاد بگیرن، که بعد از این باید علم داشته باشد. کسی که به شهر به کشور خود که تقدیم میشوند باید کار را انجام بدهند، در آینده کار را انجام داده بتوانند. در این روزا که است مکتب‌ها بالای دخترها بسته است، همچنان آموزشگاه‌ها، پانتون‌ها و کورس‌ها و مدرسه‌هایی که سابق می‌رفتند، ولی خاص ما از دولت ای است که پانتون‌ها، مکتب‌ها و مدارس را برای دخترها در زمان جمهوریت باز کنند تا فهم آنها بالا برود. اگر مثلا دخترها نباشد در شفاخانه‌ها، کس نمی‌تواند خانم خود را پیش دکتر ببرد که معاینه کند، بخاطر که در افغانستان کشور اسلامی است و مرد برای زن چیز نمی‌باشد. Hello, my name is Yasir Amar and my father name is Sohrab Amar. This is my partner Ramin Halimi. Now our project name is wastewater purification. This project contains 3 parts. The first part is factories where the water is consumed by people. The second part is 5 stages of water purification process. The third part is using purified water in irrigation and residential area. Wastewater retreatment process includes 5 stages: big, small pebbles, sand, coal, and cotton. این پروژه بگویم یک هفته طول کشید که ما ای را جور کنیم و این آسان بود که ما ای را انتخاب کردیم. پیام به همسنفای می است که آنها یک پروژه خوبی در بردر داشته باشند و پروژه خوبی را داشته باشند و من می خواهم که با پروژه خوبی را ختم کرده باشند.